نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز و گرامی، روزتون بخیر. امیدوارم که صحت و سلامت هستید. به برنامه ما خوش آمدید. خیلی که میدونید دو روز پیش محیدین کبیری رهبری پیمان در مورد مشکلات در مناطق مرزی با کردستان صحبت کرده بود و امروز انشاءالله بر علیم شیرزمان و معاون رهبری پیمان تاجیکستان در این مورد صحبت خواهد کرد. علیم خوش آمدید. سلامت باشید. درود و سلام خود را به شما و تماشاگران محترم میرسانم. تشکر از اون که ما در برنامه ما دعوت کردید. سلامت باشید. برادران عزیز، خواهران گرامی، چقدر که میدونید نزاع خونین 29 اپریل یکی از شدیدترین مناقشه بین تاجیکستان و کردستان بعد سقوط اتحاد شوروی این محسوب می شود و خدا را شکر که خبرها از این مناطق مرزی حاکی از اون است که الحمدلله وضعیت در این مناطق حالا آرام است. خدا را شکر. برای شهدای دفاع از مرز بوم دعا گوییم که خداوند اونها را رحمت و مغفرت کند و به نزدیکانشان و به محبانشان و خویشاوندان تسلیت و همدردی خود را بیان می نماییم. همچنین برای زخمی ها و مجروحینی که به خاطر دفاع از مرز بوم هستند برای آنها شفای کامل و عاجل خواهانیم. حالا میریم اکلیم و مباشرتا به همین موضوع ها بدون یگان مقدمه زیاد. اکلیم یک مسئله خیلی جدی هست. میخوام سوال را از همین شروع کنم. همین که هنگام نزاع شروع شد، وقتی که همین نزاع شروع شد از مناطق مختلف از خاروق، گلاب، رشت و دیگر مناطق مردم آمادگی خود را بیان کردند که به اینجا می روند و در اول این یک شکل منطقی به نظر می رسید، ولی بعدتر یک شکل طبقاتی شد غیر طبیعی به نظر رسید. ولی به هر حال یک چیزی که از همه بدتر بود و خیلی مردم اون رو، خیلی از تحلیلگران رو از اون انتقاد کردن، این بود که شهروندان ملکی با سلاح ها عکس و نوار گرفتند و این عکس و نوارها را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. به نظر شما این رو یک بسیاری ها میگه فکر میکنن که یک خطای بزرگ بود. به نظر شما این رو چه میگید؟ خب این اون وقتی که طول چند سال با اون مواجه هستیم، یعنی اون دستاندرکار اون مقامات قدرتی و حد بیشتر از کارشناسان حدس میزنن که این کار یتیموف است، یعنی اون فرمه جواب که طول این سالها پخش در تلویزیون و در پخش میکند در شبکه و دیگر. این روز ما در این مسئله داغ روز، در این مسئله که خیلی مسئله نازک است، باز آمدن در زمان شیوه کار گرفتن و اگر در ابتدا فرض کردیم مردمی نوعه مشچو گرد هم آمدن، این او گرد همایی طبیعی بود، معلوم بود که مردم خیلی نگران است، مردم خیلی با غرور به میدان برآمده است و آماده‌ای حمایت از خاک و بوم خود دارد. ولی به تدریج شاید یک دو تظاهرات، یک دو گرد همایی دیگر هم با خوب اراده خود مردم و با یک خوب احساسی وطن دوستی
روی کار آمد، ولی من بعد این به یک معرکه امین خود امین نهاد تبدیل شد که در چیز مدیر فرمای جواب بود. آمدند و ناحیه به ناحیه در تمام قلمرو جمهوری این را به یک معرکه شرمنده‌آور تبدیل دادند. امروز یک نواری را دیدم که از کدام ناحیه بود در خاطرم نماند، از منطقه ختلان، گویا توسط چرخبال گروه آمده است که اون چرخبال معلوم است که شاید 5-10 سال در یک جا مانده است، نه چیز حرکت دارد و این صحنه‌سازی های احمقانه باعث شرمندگی است. خود و دقت کنید که اون نفرانی که تا دیروز در مورد ما مثال در معرکه های انتخاباتی می آمدیم و مردم را برای شفاف گذراندن انتخابات، تقلب نکردن در انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی دعوت میکردیم، اینا می آمدند و می گفتند شما جنگ میخواهید. انا اونایی که گویا خیلی به گفت برادران روس پاسیفیستم بودن، اونها امروز یک همشون مجاهد شدن، همشون دعوت به درگیری دارند، دعوت به جنگ دارند و ملت قرغیز را که در قلمرو جمهوری شهروندان جمهوری که زادگان تاجیکستان هستند، قرغیز ها کم هم نیستند، آمدند و قرغیز را همچون ملت تحقیر میکنند و این همانهایی هستند که در مورد که وقتی که ما دعوت به حمایه از حقوق شهروندان تاجیکستان میکنیم، اینا به ما میگن شما جنگ می. خب امروز که جنگ واقعا به واقعیت تبدیل شده است، اینا اومده تمام مردم را به جنگ دعوت میکنند. تصور کنید که مادران بدخشان خب میویند و میگن که ما سنگ ها را گرفتن، میویم سنگ ها قطعی مرز و بوم خود را دفاع میکنیم. یعنی این اما مادرایی بودن که از سالهای 90 و تا به سالهای نزدیک در هر حرکتی که ما از حقوق شهروندان دفاع میکردیم، اینا باز همین تظاهرات بر ضد ما میکردند و میگفتند شما خونریزی میخواهید، ما جنگ رو دیدیم، ما نمیخواهیم مادر تاجیک دیگر فرزندش را گوراند. ولی امروز اینا هم دعوت به خونریزی میکنند و این یک معرکه احمقانه همین مقامات قدرتی، مقامات امنیت تاجیکستان است که در منطقه ها مقامات های محلی حکومت دولتی کلا در تابعیت همین نهاد هستند. یعنی رئیسان ولایت شهر و نواحی از آن که در تابع فرض کردیم مقامات اجرایی جمهوریوی باشند، یعنی حکومت اجرایی دولتی جمهوری باشند، آنها در تابعیت شعبه های امنیت ناحیه شهر و ولایت ها هستند و این نفران، این متصدیان امنیت ملی در منطقه ها، البته که فهمششون به اون قدر نیست که اینا از منفعت ملی دفاع کنند و آمدن مردم را احمق کردند و سلاح را به مردم دادند و اونها را صورت گرفتند، نوار کردند و البته که او سلاح را باز برگشته گرفتند. لیکن این احمقی که امروز کردن، مردم ملکی، جوانان با لباس های ملکی، اتومات ها در دست، ملتق ها در دست، نوار برداری میکنند، اونها شعار پرتایی میکنند، اونها تخم نظام میکارند و البته که امید دارم که بعد از همین نوارگیری
همون مهمات جنگی رو از دستشون گرفته اونها رو به خانه ها داده باشند، نشود که اون سلاح در دست مردم بکنه. و این البته که باعث نگرانی است. ولی یک اکه علی روزیه کریم میگویند که این وقت روزی ننگ است، باید همه بخیزن، همه باید پر بکنن. خب روز ننگ خب بیاید همین مسئله مرزی رو چخیل می شود حل کرد. آیا می شود با فرض کردیم با اشغال کردنی، بینید تا دیروز اما منطقه های بحثی نامشان منطقه های بحثی بود. مثال اونها را منطقه بله. های بحثی قلمداد میکردیم و تو امضا شدن قرارداد در باره دمارکاسیون سرحدها، معین نمودن سرحدها او منطقه های بحثی بود. با اشغال کردن اون نامشون منطقه های اشغالی شدن که این البته بر ضرر تاجیکستان است. ببینید احساسات هست. شاید من هم یک نوع میخواهم که سمرقند و بخارا را هم اشغال کنیم و به وطن خود برگردانیم، لیکن واقعیت سیاسی، واقعیت تاریخی این روز دیگر است و بیاید خب احساسات مردم احساساتی است، مردم خود را تحقیر شده احساس میکرد و طبیعی است که او میخواست یک نوع قصاص گیرد، ولی این سیاستمداران باید مسئولیت شناس باشند که در این مورد کنترل رو از دست ندهند. ببینید مقامات تاجیکستان چیکار کرده است؟ ضدیت مردم را چخیل به مردم چخیل دشمن را نشان میکرد. ببینید در دوره رمضان میآید و میگوید که در قیمت شوی مال و محصولات وزوقواری سوداگرها عیب دارند، یعنی صاحبکاران عیب دارند و حتی در ملاهای درباره فتوا میدهند که خب این سوداگران اگر مالشون را در این روزها ارزان نکنند اینها مسلمان نیستند یا اینا خب گناهگار میشوند در قیامت. یعنی همون عیب اساسی که باعث مقصر اساسی که باعث گرانشوی نرخ‌ها است اشاره را به دیگر طرف میکند و عیبدار میکند. و در مسئله مرزی هم طول چندین سالها این مسئله اصلا همین مقامات این مسئله رو حل کردنی نیست و به میراث به حکومت‌های بعد خود گذاشتنی است. ولی هر سر چند وقت با فشار خود بالای مردم، با عقب نشینی در وقتایی که بیزنس اویلا در بین روسی اویلا پیش می رفت، از اون طرف مواد سوخت وارد می کردند قاچاق، از این طرف مواد مخدر را قاچاق می کردند و بیزنس قرغیز ها و تاجیک ها بین هم جور بود. هر سر چند وقت مردم تاجایی به حال خود گذاشته شده بود و این مردم در وجود این مردم نفرت بین این مردم ها پیدا می شد و مردم که اصلا همه خوب میدونن که مقصر اساسی کی است، لیکن مردم هم همین خیلی ضعف دارد که نشانه ضعیفتر را میکوبد. خیلی که او مردم عادی و ملاها نشان را صاحبکار و سوداگر، یعنی نشان ضعیفتری را برای خود برای هجوم پیدا کردن، چون میدانند که عیبدار اساسی در بلند رفتن نرخ و در پس رفتن قرب اسعار ملی است، لیکن با اون که قوت نمیرسد به سوداگر قوت میرسد،
به این هجوم میکنند. در این مورد که ما مقصر اساسی رو میدانیم مردم و عموما ارتش که خیلی قهرمان هستند، ارتش ملی و مردم ما و همون جوانان ملکی که آمادگی از دفاع سرحد داشتند و تا دیروز اونها رو در کوچه و ابله میکردند، اثبات کردند که اونها وطن دوست هستند و ترسانچک نیستند. لیکن این حکومت بی‌مسئولیت آمد و همین احساسات مردم قطع بازی کرد، حدودهای بحثی رو اشغال کرد و البته که امروز امضا می شود و اونها بازپس برمیگردند و من بعد در ملاقات در ملاقات ها موقعی تاجیکستان خیلی ضعیفتر از پیش می شود و شاید بسیاری ها حدس میزنند که شاید یتیموف در عمل الکی فروخته باشد زمین ها رو و خواستن که این رو با یک نمود روپوش کنند. همین درگیری رو چی کردن؟ صحنه سازی کردن و در پای این صحنه سازی ها شاید همون سودای کردهشون رو قانونی کنند. سلامت باشین آقای علیم. یک چیزی که دو روز پیش مهدی کبیری رهبر پیمانی صحبت داشت و برخی ها انتقاد کردند و در عموم مخالفین رو میگویند که در این روزی که باید همه ملت، همه قشرها، چه مخالف، چه حکومت، چه جامعه، همه جامعه شهروندی باید یک پوزیسیا داشته باشیم. یک روزی هست که باید با یکدیگر یک جا باشیم. ولی برخی ها بخصوص اونهایی که به حکومت نزدیک هستند میگویند که مخالفین بخصوص پیمان ملی از این حادثه ای که به همه ملت ربط دارد میخواهد امتیاز سیاسی بگیرد. برای همین بیشتر کوشش میکند که مثل که حالا شما را شنیدیم که بیشتر حکومت انتقاد میکنید، در همین مسئله شما هم بیشتر همون انتقاد میکنید، یعنی بیشتر میخواهید امتیاز سیاسی کسب کنید. همین طور نیست؟ خب برای امتیازهای سیاسی کاش که همین واقعا نمیشد، کاش که همین درگیری نمیشد. ما در موضوع ها زیاد بودن، موضوع های غیر قانونی، ربوده شدن عزتمون، زندانی شدن اون ملاها، اون امام خطیبان بر اثر جنازه اون دامالله حکمت الله و بسیار همین خیل چیزها واقعه بودن که برای یک 119 مخالف دانشمند حکم علیه 119 دانشمند ما موضوع زیاد داشتیم. متاسفانه این بدبختی آمد و سر راه ما شد، یعنی به فعالیت های ما ضربه آورد. امروز اون گپ حقیقت را گفتن عوامگرایانه نیست، یعنی به گفت روسان نپاپولار نیست. همین موقعی که حاضر من اون را بیان کرده ایستادم او در بین مردم نپاپولار نیست، لیکن ما همچون یک سیاستمداران مسئولیت شناس که در نه برای این روز نیت داریم که یک حال سیاسی کسب کنیم، بلکه در درازا باید ما با مردم قرقیزستان، مردم برادری قرقیزستان، با مردم خودمون، البته که این مسئله مرزی حل و عوامگرایانه یعنی حل پاپولار نداره. در اینجا گذشت ها لازم می شوند و این کار رو شروع کردن در کار. ما در طول زیاده از 30 سال از دوران شوروی به این روز ما شروع نکردیم حل این مسئله رو. یگان حکومت تاجیکستان، یگان از دوره هنوز کاتبان مرکزی
حزب کمونیست به این سو یگان حکومت شروع به حال مسئله. شروع یعنی چی؟ هر دو طرف باید بشینن، کمیسیون مشترک تاسیس دیان، داد و گرفت کنند و اون داد و گرفت رو با مردم خود بررسی کنند. مردم البته که هر دو طرف، چه طرف کرگزستان و چه طرف تاجیکستان، با آن داد و گرفت این کمیسیون ناراضی می شود، هم مردم تاجیک کرگزستان هم مردم تاجیکستان، و این یک روند طولانی است که باید با آسایشتگی حل شود. این خل شدنش غیر امکان است. ما چی انتظار داریم؟ اونهایی که امروز بله احساسات ملی را میفهمم، ما هم تاجیک، ما هم به خاطر این ملت دلمون میسوزد، ما هم احساساتی میشویم، لیکن بیاید بهاتیم که آیا با همین احساساتی که امروز ببینید یک ضیایی تاجیک در شبکه رسمهای تاجیکان ملکی رو، جوانان رو با سلاح و مهمات جنگی میبیند و او عیبدار همون نفران، همون مقامداران رو نمی کند که به مردم سلاح تقسیم کردن، اونا رو عیبدار نمی کند. عموما این عمل رو محکوم نمی کند، او محکوم می کند کسی را که صورت گرفته در اینترنت مونده. یعنی اون کاری که این مقامات کرد کار خوبه کرد، مردم ملکی را مسلح کرد، لیکن اون نفری که صورتش را در اینترنت پخش کرد انا عیبدار همون بوده است. یعنی یک زیاهیه که تا دیروز ما را به اون متهم میکرد که ما در انتخابات شرکت فعال میکردیم، او ما را برای شرکت در انتخابات و دعوت از شفافیت و دعوت از ندزدیدن آوازها ما را متهم میکرد که شما جنگ میخواهید، شما میخواهید مادران تاجیک باز بی فرزند شود، شما میخواهید فرزندان تاجیک باز صغیر بمانند، یعنی شما که آواز گرفته جنگ. این روز امانها مردم رو به جنگ دعوت و این البته اون چیزی که شما گفته استاده این برعکس است. ما همین گپایی که میگوییم باز تکرار میکنم، این عوامگرایانه نیست. امروز اون اورا پاتریاتیزمی که به گفت روسا در قلمرو تاجیکستان رفته استاده است، واضح من با گپهای خودم یک خواهین ملت میشوم برای جانبداران خود، حتی جانبداران مخالفین امروز از غرب ایستاده، از همینجا در کنار ما که هستند، اعضای پیمان ملی که هستند، اونها هم همین شعار قطعی اکثریتشون شرح ها می نویسند، شعار پرتایی میکنند، اونها هم ما رو حکم به خواهینی میکنند. لیکن نه همه چیز رو می شود به خاطر ریتینگ و به خاطر محبوبیت. یعنی اکه شما معتقد هستین که یک سیاستمدار بیشتر باید یعنی به مسائل ریشه‌ای نگاه کند و عوام یعنی سیاست های پاپولیستی و عوامگرایانه نداشته باشد، درست است؟ بله نیست. خب در تاجیکستان البته که یگان سیاستمدار به ویژه همین مقامات امروز سر قدرت بوده باید عوامگرا یا پاپولیست نباشد، لیکن متاسفانه از تجربه دولت های خودکامه همین فهمیده می شود که همه دولت های خودکامه به ضرورت پاپولیستند، چون که در اونجا اونو میدونن که از انتخاب از آواز مردم هیچ وابسته نیست، اونا چیز خواهند جوری میکنن، لیکن باز هم پاپولیست باقی میمانند. برای ما مخالفین که اصلا در زندگی من مطمئنم که من در زندگی خود در تاجیکستان شاهد انتخابات نخواهم شد، انتخاباتی که من انتظار دارم نخواهم شد، لیکن من هم باید پاپولیست نباشم، دیگرم. لیکن
اگر ما تصور کنیم که تاجیکستان یک دولت دموکراتی وابسته از آواز ها است، البته که سیاستمدار باید با نظرداشت روحیه مردم، با نظرداشت آوازها برخورد کند تا حدی، تا همان حدودی که اونجا علاقه منفعت های ملی، منفعت های دراز مدت ملی هستند، در آنجا علاقه پاپولیسم و عوامگرایی این جنایت است. و امروز همین حالتی است که برای ما عوامگرا بودن جنایت است. من بیایم و شعار پرتایی رنگین ها کنم که همه به مرز وارخ از ماست، یک وجب زمین را نمیدهیم، همون چی گفتن سرگه آب از ماست، دریا اسفره نام دارد اقصو ندارد نام، و همین شعار پرتایی ها کنم. البته که این خیلی عوامگرایانه است، البته که خیلی محبوبیت در بین مردم پیدا میکنه، لیکن این مسئولیت شناسانه نیست. و این روز چنین روز نیست که ما بیاییم و به خاطر محبوبیت خود بر ملت در درازا صدمه وارد کنیم. بسیار خوب. حالا اکا علیم شما گفتید که برای اینکه یک حلی برای دراز مدت شود باید حکومت ها هر دو طرف با مردمش بشینن، شفاف باشن، اون مذاکرات و اون گفت و شنیدایی میکنن با مردم بشینن ولی طرف قرقیزستان این کارا میکند، تاجیکستان هم میکند این کارا، و بسیاری از علمایی که نزدیک به حکومت هستن و این نظر هستن که همین که جزئیات مذاکرات یا همون نقاط مهم مذاکرات و گفت و شنید یا توافق احتمالی که می شود همون را وقتی به مردم میدهند، این باعث همین مشکلات ها می شود. طرف قرقیزستان هم همین خیلی است. یعنی نظر شما چی است؟ ولی برخی ها میگویند که نه، باید ملت که صاحب اصلی همین مرز و بوم هست، باید این سیاستمدارها، دیپلمات‌ها و هر این حکومتی که موقتی هست باید همه چیز با مردم شفاف مطرح کند. نظر شما مثلا چی است به این انتقاد که وقتی که این چیزها را با مردم مشورت میکنن ما احتمال باز ناراحتی شود و این نزاع‌ها پیدا شدن این نزاع‌ها وجود دارد؟ خب ببینید، البته که ببینید امین درگیری اخیر چی باعث امین درگیری اخیر شد؟ در قرقیزستان حکومت ها هر سر چند وقت عوض می شوند و توسط تظاهرات و دیگر و این حکومت ها خیلی وابستگی خود از روحیه مردم، از محبوبیتشون مردم خود را خیلی وابسته می‌کنند و هر دفعه با اومدن سر قدرت حکومت نو یکی از مسئله های که میخواهند با آن محبوبیت خود را، ریتینگ خود را در نزد مردم بالا برند، این مسئله حل کردن نزاع مرزی با تاجیکستان است و هر دفعه هر حکومت اون این را هم چون یک واسطه عوامگرایانه یا حتی عوام فریبانه استفاده میبرد و این حکومت امروزی استثناء نشد، آمد و از ابتدای از یکم روز آمد و همین مسئله رو خیلی تعجیلا میخواست که در همین یک سال حکمرانیش یا حتی تا رای پرسی که برای پرزیدنت حکومت به محدود رو میدهد خواستن که همین مسئله رو حل کنند و خیلی اشتباه ها کردن و در نوبت خود مقامات خودکامه تاجیکستان، مقامات خودکامه که 30 سال هنوز سر قدرت است، هر یک مقامات خودکامه به استثنای اون دولت هایی که یک ایدئولوژیک دارن، مثال دولت شوروی که ایدئولوژیک کمونیستی داشت یا ایران که اسلامی دارد، یک کمی دوربینانه هم سیاست را پیش میبرند،
لیکن دولت خانوادگی، حکومت خانوادگی همیشه با این روز زندگی دارد. او مطمئن نیست که بعد 2 سال او را از تخت میکنن، بعد 3 سال از تخت میکنن. اون خیلی که مخالفین تاجیک از سال 92 به این روز هر سال آماده آن هستند که این حکومت از تخت می شود، همین خیلی دیگر همین حکومت هم از 92 به این روز زندگی می و اینا این روز نمیخواهند اما پرابلم رو بردارن. از آن پرابلم به گفت رنگ زرافه سرشون رو در خون میزنند که این پرابلم در دوره در این روز یعنی این سال خیزانده نشود، سال دیگر نشود. و همین خیل بار اول مقامات قرقیزستان به طور جدی مسئله رو حل کردنی شدن، لیکن با زور. اونا آمدن بیزنس قاچاق مواد سوخت رو برای اویله رحمانوف محکم کردن، قاچاق مواد مخدر رو محکم کردن و با همین واسطه و در در سرحد هم بسیار مورد ها از طرف اونها دسیسه ها می شدن و اونها با همین واسطه میخواستن مسئله مرزی رو به فایده خود حل. و طرف تاجیکستان چون سابقه میخواست که این اگر همین بیزنس همین قاچاق محکم نمیشد، طرف تاجیکستان چون سابقه عقب نشینی میکرد، این روز با مردم به هجوم نمیگذاشت علیه نیروهای قرقیزستان، ولی برعکس مردم خود را تحت فشار چون سابقه قرار میداد و مردم را میشکست باز خیلی که تا همین لحظه کرد. ولی این دفعه که بیزنسشون که هم در قاچاق مواد مخدر از مقامات بلندپایه تاجیکستان دست دارند و قاچاق مواد سوخت اویله خود رحمانوف دست دارد، این دفعه اینها خیلی به گفت روسا خیلی رشیتلنه، یعنی خیلی قاطعانه با همون سوی استفاده از رویه اعتراضی مردم به این دسیسه دست زدن که این باعث ما به شکست محکوم بودیم. چون که در تاجیکستان بجز رحمانوف و یتیموف و دیگر ما نداریم نه جامعه مدنی نه رسانه های مستقل ملی و ما نداریم بجز اینها ما الटरनेटिव دیگری نداریم. ما مگرم با دانش و ملکه و جرأت و متانت همین شخصان امیدواریم و این روز که او معرکه ها از ناحیه مرغوب شروع کرده تا دیگر منطقه ها تاجیکستان به پیش با سربری رحمانوف، شما که عذر سوال دادید که ما باید یک جا شویم، حتی اگر تعدید شدیدتری از طرف یگان دولت خصمانه نسبت این ملت میشد، در گرد همین یعنی با سرفرماندهی رحمانوف متحد شدن، این از ابتدا دانستن که ما محکوم به باخت هستیم. یعنی پیش از آن که متحد شویم ما باید سرفرمانده همون رو عوض کنیم. همه این ملت هایی که برای ساختن خود شروع کردن در عصرهای میانه و برای اشغال کردن زمین های دیگر آماده شدن، پیش از اون دولت های ناشد خود را از تخت می کردن. ما که با این سرفرمانده کجا رفتنیم؟ خودتون قضاوت کنید. بسیار خوب اکای علیم، شما حالا گفتید که یعنی تجارت اویله هم در این نزاع به یک شکل سهیم است، ولی مثلا تا چه حد شما به این گفتهتان
متقاعد هستید، قناعت دارید که اینجا بازی اویله هم، تجارت اویله هم هست. وقتی که تجارت اویله بود، یعنی حکومت تاجیکستان عقب نشینی میکرد. وقتی که تجارت اویله زیر خطر اومد یا که قطع شد در قرقیزستان، اینا به هجوم گذاشتن. تو چی حد شما به این مطمئن است؟ این تجارت اویلا بنفیسیر از دو طرف داره. از اون طرف هم اونایی که با مواد مخدر و با سوزشوری، مواد سوخت قاچاقی سون کار میکردن، از اون طرف هم آدمای اندک نیستن، اونا هم مبلغ‌های انگفت به دست می آوردن. این یک. از طرف دیگر من باز شاید خوب موقعم رو گفتن نتوانستم. ببینید هر دفعه که همین خیلی مناقشه مرزی میشد و حتی عسکران ما رو خلع سلاح کردن، مرزبانان ما رو همین خیلی تحقیرها میکردن، مقامات تاجیکستان می آمد برای فرض کردیم تحقیر همون مرزبانان کدام یک کماندانشون رو عیبدار میکرد و از وظیفه سبکدوش میکرد، برای تحقیر مردم خود مردم رو عیبدار میکرد. بعد از همون درگیری مرزی که بعد از همون یک وقت که مردم وارخ باعث تحقیر شدن، در بعد چند ماه مقامات آمد مادران اونها را گروگان گرفت تا فرزندانشون از روسیه بیایند و خدمت کنند و گفتند که مرز شما را کی برای شما دفاع کند. یعنی همه همین تا آن دوره بود که مقامات قرقیز به رحمانوف و اویلش و یتیموف اجازت میدادند که مواد مخدر گذرد، قاچاق سوزشواری به ممانعت گذرد. همیشه در این درگیری ها در نزد مقامات خودمان ما عیبدار بودیم و بالای ما فشار می آوردن و کدام یک بیچاره افسر ما را جزا می دادن به خاطر اون که او در مرز گویا سست ارادگی کرده است. هر دفعه ما از طرف مقامات خود جزا می دیدیم. این دفعه مقامات ما قهرمان شدند و جنرال های ما تاجیکستان به پیش گفته در نزد مردم خود را شیرین میکردند و این دفعه خب برنامه دیگر خیلتر بود، چون که قاچاق بند شده بود، چون که مقامات قرقیز اون چیز نقطه ضعفی رحمانوف نقطه ضعفی مقامات تاجیکستان را یافتن و به همان چیز کردن. یعنی شما معتقد هستین که حکومت تاجیکستان در مسئله همین مشکلات مرزی با مردم شفاف نیست، همه چیز نمیگوید، درست است؟ هیچگاه مقامات تاجیکستان در مسئله مرزی مسئله شاید بعضی ها حتی بعضی ها کارشناسان مستقل هم بر این عقیده باشند که مقامات کار خوبه میکنن. بسیار وقت حتی کارشناسان خیلی چه بگوییم منطقی هم میآیند و میگن که ما مسئولیت شناس هستیم و ما خبرهای ناسنجیده رو نمیدیم و مقامات قرقیزستان مسئولیت شناس نیستند و همه معلومات رو میدهند. خب هر دفعه اینها میآیند و در این مورد این بهانه رو میارن و مردم رو متقاعد میکنند، اکثریت حتی مخالفین رو هم متقاعد میکنند که چنین برخورد باید شود. لیکن بیاید که در مسئله خب خروج پاندمی کووید آمدند، همه رو مخفی نگاه داشتند تا به همین روز مخفی نگاه میدارند. در تمام مسئله های جزئی ترین مسئله ما که در داخل تاجیکستان بودیم، حاضر یک آمار ناچیز را از یک مقامات اگر گرفتنی شوی، اونها این
چیز رو به اجازت از بالا اونا البته که یگان معلومات نمیدن. ببینید روزنامه‌نگاران اگر بیاین به یک پیش یک مقامدار سطح پایانی، او تا زنگ و بالا نزند با کسی صحبت نمی کند. یعنی در ما همه چیز پوشیده است، نه فقط خود در این مسئله از ابتدا معلوم است که همه خوب چی است از مردم پوشیده است. من چی گفتم؟ ببینید مقامات قرقیز مناظر که گفتم از نگاه پاپولیزم گذرند و به فکر همین حکومت امروزه فکر آن رو نکند که من که از قدرت رفتم این مسئله چخیل شد. یعنی برای یک خال سیاسی به این مسئله مناسبت نکنند و برای آینده ملت خودشون مناسبت کنند. مقامات تاجیک بیایند با آینده نگری، یعنی با آینده مناسبت بین همدیگری این دو ملت و برای ملت کار کنند و بیایند و من چی گفته ایستادم، یعنی همین حدودهای بحثی در مرز حل قانع کننده همه گروه ها رو ندارد. ما مجبور هستیم که ما گذشت کنیم در کجای یک مقدار زمین شاید از حدود ما به قرقیزستان به ما تابد که او زمین ما است و او را مقامات ما به قرقیز داد. از اون طرف قرقیز ها هم به ما شاید گذشت کنند و مردم قرقیز هم با مقامات خود ناراضی موند و این به خاطر همین با مردم کار کردن پیش. البته که هر روز نه، اون کمیسه که با هم کار میکند با مقامات بالاییشون مصلحت کرده هر یک وجب رو حل میکنن که اینجا به حدود تاجیکستان 2 کیلومتر چقرتر میدرویم، اونجا به حدود قرقیزستان 3 کیلومتر چقرتر میدرویم. اما همین رو اگر در همون نقشه رو حل کنند همین کمیسه، بعد همین رو همین حل کردگی بین خود امضا کردگی نه، یک موافقه شده پیش از آن که امضا کنند هر دو کمیسیون با حکومت های خود بیاین با مردم خود کار کنند که این باعث درگیری بین مردم نشود و باعث خیزش مردمی بر ضد حکومت خود نشود. از همین خاطر گفتم که با مردم شفاف کار کردن پیش از آن که به مردم برای باید با یکدیگر. لیکن همین کار تا همین روز یگان منصبدار نکرده است. اینها واخوری میکنند در اون طرف بودکن میروند کباب خوری و شراب نوشی، در این طرف اسفره میوین کباب خوری و شراب نوشی. یعنی یک حجت امضا میکنن که هر دو طرف میدونن که ما یک چی امضا نکرده، همین مسئله رو به نسل های آنده واگذار کردن. این حکومت این روزه قرقیزستان از حکومت های پیش در آن فرق میکند که این جوان ها آمدن و میخواهند که خب همین خیلی مسئله رو باید کلا میخوام به فایده قرقیزستان حل کنند و خیلی این خطا است. یعنی توتیانه به مسئله وارد شدن و این باعث درگیری شد. بسیار خوب. که علیم در مورد ناشفافیت دیدن حکومت تاجیکستان با مردمش، یک مردم تلخترین خاطره ها از این ناشفافیت از این عملکرد حکومت دارد. یکی همین دادن زمین و بدخشان، زمین بدخشان بچی یک قطعه زمین بدخشان رو که تاجیکستان است اونا دادن بچی و ملت از این خبر نداشت. بعد از وسایل اخبار شنوید وزارت خارجه هم گفت این بردی دیپلمات تاجیک است، یعنی ملت که صاحب این مرز و بوم است بعد فهمید. ولی حکومتی ها اون مقامداران گفتن که دیگر چاره نداشتیم و ما کمترین ضرر را در این مسئله انجام دادیم.
به نظر شما اگر همین وقتی مسئله دادن زمین به چین میشد با ملت شفاف میشد همین حکومت، آیا امکانی همین دادن زمین به چین وجود داشت یا ندادن همین قطعه زمین به چین وجود داشت اگر با مردم شفاف مشورت و مصلحت میشد؟ خب شفاف نبودن مقامات با مردم این یگان حکومت در دنیا به فکرم بدل خود شفاف نیست. شفاف اونها همون وقت میشوند که جامعه مدنی این کشور زنده باشد و جامعه مدنی این کشور طلب کرده تواند و جامعه مدنی کشور که امروز از یک موی سفید 87 ساله دفاع کردن میترسد. یعنی همه همین چیزها، همه همین ها جامعه مدنی به خاطر آن که زنده شود، سخنش جان داشته باشد، با اون گوش کرده شود، در مسئله های خیلی سبکتر باید آواز بلند کند. مثال در مسئله بابای دانه آواز بلند کند، در مسئله عزت آواز بلند کند، در دیگر مسئله ها و بعد به مسئله های مشکل تر هم میرسد. در مسئله تسلیم زمین تاجیکستان در قلمرو بدخشان به جمهوری خلقی چین، این البته که اینها علاج دیگر نداشتن. به چی خاطر؟ چون اون وقت که سالهای 90 چندم رحمونوف که نو به سر قدرت اومد، او دستنیگر ازبکستان و روسیه بود و همین روسیه بود که با چین دعوای مرزی داشت. یعنی اون روسیه که تاجیکستان مستملکش بود، همون روسیه در همین منطقه با چین دعوای مرزی داشت. بعد از واقعیت های سال 91 و پیدا شدن تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان، البته که این دولت ها چون میراثخور شوروی نبودند نمیتوانستند جوابگر به همون دعواهای مرزی روسیه پادشاهی و بعد روسیه شوروی باشند. البته و در این مورد اگر ما سیاستمدارهای مردمی می داشتیم، حکومت مردمی می داشتیم، اگر جامعه مدنی فعال می داشتیم، البته که این حکومت امکان داشت که از همان دعوا با نباخته برآید. چون که اون مرزها سیمخوار بستگی بودن، مرزهای امروزه قرقیزستان و تاجیکستان برای نامعین نبودن، مرزها بین تاجیکستان و چین معین بودن. لیکن اون دعوایی که چین با روسیه داشت ما میراثخور آن نبودیم. اگر از او جلوتر رویم ما بلکه ما دعوای مرزی باید با چین داشته باشیم، چون خانه‌گری قوقند بود پیش از اون و این اکثر زمین های شینجان تابع خانه‌گری قوقند بودن که نصف بدخشان هم به همون خانه‌گری تابع بود. یعنی در این حالت ما دعوای مرزی با چین داشتیم و ما میتوانستیم این مسئله را به فایده خود حل کنیم. لیکن چون رحمانوف دستنیگر روسیه بود، چین توانست توسط روسیه با تاجیکستان را مجبور کند که سال 1993 رحمانوف امضا میکند یک حجت را که با چین که بله یک اونجا زیاد جمله نیست، بله تاجیکستان با چین دعواهای ناحل شده مرزی دارد. همین حجت امضا کرده سال 93 باعث تسلیم کردن چنین مقدار زمین شد. اگر چین میخواست که زیادتر از این هم گیرد، تاجیکستان میداد. و دقت کنید اگر این تسلیم کنی با نقطه های اهالی نشین می اومد، یعنی اگر نقطه اهالی نشین رو مجبور می شدن تسلیم کردن به چین، همین وضعیت وارخ امروزه تکرار می شد
ولی چون اونجا آدما زندگی نداشتن، به گفت یکی از وکیلان اون دوره مجلس نمایندگان که 2-3 سنگ رو به چین داده، یعنی اون رو همون زمین دادگی ما رو سنگ حساب کرد، یعنی ما او ارزش اون رو ندارد که در گرد اون بس کنیم. در اینجا در این مورد قرقیزستان البته که ما باید خیلی مسئولیت نکتر باشیم، چون اینجا مرزها نامعین هستند. به تاجیکا میتوبد که این حق حلال، این فلان زمین حق حلال ماست، و قرقیزها چنین میتوبد که فلان زمین حق حلال ماست. و دقت کنید، امین بله پرووکاسیون ها بیشتر از طرف قرقیزستان میشدن، لیکن یک پرووکاسیون از طرف ما خیلی شدیدن شد. تا به همین روز بسیاری ها در شبکه ها میگویند که قرقیز ها دعوا به وارخ دارند. یگان بار قرقیز به وارخ، یعنی وارخ خود وارخ، تابعیت وارخ رو زیر سوال کسی نبرده است که وارخ از تاجیکستان است یا نه. لیکن امروز دیده و دانسته بسیار نفرانی که خود را غمخوار و ملت و خود رو مسئولیت شناس و خود رو یک آدم چیز میشمارند، یعنی در مقابل ما خود رو یک آدم چی بگیم سازنده و موقع سازنده میشوند. امروز امانها در شبکه ها همین افسانه را دامن زده ایستادند که قرقیز ها از ما خواستند وارخ رو گرفتند. و بعض برادران میگویند که رحمانوف وارخ را فروخت. نه رحمانوف میتواند وارخ را فروختن و نه قرقیز ها دعوای. و همین را حتی رحمانوف و بسیار مقامداران استفاده کردن. اونا میگن که شعار پرتایی میکنن که ما یک وجب خاک وارخ رو نمیدیم. حتی وزیر کارهای خارجی هم هیچ کس نگفته است وارخ رو از شما گرفتنی هم. این را چون یک انگامه کردن که اونجا مسئله درباره وارخ نیست، مسئله درباره اون انکلاف شدن وارخ است که امروز قرقیزها اون را انکلاو میگویند، تاجیکا میگویند اون انکلاو نیست. و تا اون دمی که حجت ها امضا نشدن، تقسیم یعنی مرزها معین نشدن، نه قرقیز حق دارد وارخ رو انکلاو گوید که بسیار شخصانی حتی چیز سرحدی و سردار کشونه های سرحدی قرقیزستان هم میگوید که این خیلی است. یعنی اونها حق ندارن بگویند که وارخ انکلاو است تو مسئله حل نشده. ما هم باید خیلی با احتیاط باشیم که گوییم که اینها همه کوچمنچی بودند و ما یک وقت به اینها زمین دادیم و حاضر آمدیم زمین های خود رو کشیده گرفتیم. در این مسئله ها خیلی با احتیاط بودن در کار است. اینجا گذشته می شود از هر دو طرف و ما باید آماده حالی چنین حالی باشیم که به هر دو طرف قابل قبول باشیم. پس اکی علیم شما مثلا چی، یعنی سوال من این بود که آیا امکان اگر با مردم مسئله بدخشان، حالا که بدخشان هم مسئله دفاع از مرز بوم است و یک قطعه زمین داده شد، اگر یک حکومت دیگر می بود مثال دموکراتی تر می بود شاید مسئله اگر بدخشان می برآمد به استعفا می رفت و دیگر، ولی به هر حال اگر شفافیت می بود به نظر شما همین قطعه زمین هم به چین دادن می شد یا نه؟ باز تکرار میکنم اگر شفافیت می بود همان حکومت ما به خاطر اون که او از آواز مردم وابسته است او می آمد در گفت و شنید می آمد و خیلی او باید اولا باید سال 93 همون حجت امضا نمی شد. ما با چین یگان دعوای مرزی نداشتیم و چین هم با ما نداشت. همون حجت باید امضا نمی شد که ما و چین
یعنی چین همین حجت رو بالای ما امضا کرد که ما راضی شدیم که دعوای حل نشده مرزی داریم. احمقی یکم رحمان و فهمین بود. فقط به خاطر همین امضا، همون پاره که او گرفت از پتای، فقط به خاطر همین امضا 10 برابر اون رو میگیرد. فقط به خاطر همین امضا که ما با شما دعوای حل نشده مرزی داریم. لیکن همین رو رایگان امضا کرد به خاطر بقای قدرتش، به خاطر اون که روزها او را فشار آوردن که همین را امضا کنه. همین حجت رو امضا کرد. من بعد دیگر این حکومت تاجیکستان همین چیز را نداشت، همین ظرفیت را نداشت که بیاید و با چین در مسئله دیپلماتیک یک ایستادگری کند. اگر حکومت مردمی باشد اون میآید و در مسئله های مرزی ایستادگری میکند و در مسئله های دیگر مرزی که اونجا ما ناحق هستیم او اونجا هم بر ضد در مقابل مردم خود ایستادگری میکند. یعنی چنین هم شدن بودن در ملت هایی که او زمین باید واقعا همون دمارکاسیون قطعی باید تسلیم فرض کردیم کشور همسایه میشد و حکومت مسئولیت شناس آمد و قطعا اون را خب امضا کرد و حل کرد. یعنی این هم قطعیت میخواد. لیکن حکومت که مردمی نشد، حکومت که فقط در سر قدرت به خاطر قدرت ششته است، به خاطر بقای قدرت خود تصمیم ها میگیرد، او همیشه ضعیف است در گفت و شنید با طرف مقابل که در آنجا امروز میبینیم که با طرف کرغیزستان ما خیلی ضعیفتر هستیم، چون که در اونها آزادی نسبی است و آنجا شهروندان خودشان با تشبث خود می آیند. امروز خیلی مردم اونها، خیلی رضاکاران اونها برای مردم مرز یاردم ها جمع میکنند دیگر. یعنی اونها توانستند، چون مردم آزاد دارند. ما همین پاتریوت های ما که امروز از مرغاب سر کرده تا دیگر نایه ها برآمده ما به وارخ میرویم میگویند و حتی در بعض موردها سلاح در دست ما به وارخ میرویم. اینها با امر از بالا، با تشبث خود کمیته دولتی امنیت ملی به همین کار دست زدن. اگر اینها به اینها اجازت نمیشون، باور کنید در یگان ناحیه همون مادران خاروق هیچگاه نمی برآمدن اگر اونها را رئیس ولایت امر نمیداد برآمد با نشانداد کمیته دولتی امنیت. در دیگر ناحیه ها یعنی وطن دوستی و خب چیز ما، یعنی جرأت و متانت ما با اجازت رسمی مقامات است. بسیار خوب اکریم. حالا شما گفتید که مقامات ما میروند این طرف، در اون طرف مرز ششلک خوری میکنند، دیگر چیزها می نوشند. گفتید یک مسئله دیگه، همین مسئله که هست همین است که مثلا ما تجربه تلخ داریم در بدخشان که اون گفتن بردی دیپلمات تاجیک است. بسیاری میترسن که باز در همین آینده هم مثلا حالا که مذاکرات رفته شده است، یک گفت و شنید هست، باز همین مقامات که حالا گفتید خودکامه هستند، مسئله تجارت اینجا وارد است، دیگر احتمال دارد که باز ما یک ضربه را بخوریم، باز این دیپلمات ها و مقامات ما بگویند که این بردی دیپلمات تاجیک است. یعنی حالا شما هم همین را گفتید که اون طرف قرقیزستان برای مردم از مردم میترسد، این طرف نمیترسد و این ترس واقعیت دارد. این ترس از احتمالی عقب نشینی در مذاکرات. متاسفانه همین به همین کار که اجازه داده شد، متاسفانه ما حاضر ما خیلی رویه بلندی
خب رزمایشی داریم، خیلی رویه بلند داریم که ما به پیروزی نایل شده، لیکن متاسفانه این عملی که انجام داده شد این باعث ضعف ما در گفتشنید و در داد و گرفت با قرقیزستان می شود. اگر قرقیزستان، مقامات قرقیز از حسن تفاهم مقامات قرقیز بسیار وابسته است، یعنی اون گروه مذاکره کننده ما امروز خیلی ضعیفتر می شود در مقابل گروه مذاکره کننده قرقیز و خیلی از حسن چیز اونها وابسته می شود که اونها تو چه اندازه پافشاری سخت می کنند یا تا چه اندازه گذشت می کنند. البته که از اون دستاوردی که امروز ما به دست آوردیم اون رو یعنی از آن به نظر می رسد در نتیجه به نظر خواهد رسید که ما عقب نشینی کردیم و این من می ترسم که همین روبلندی که امروز آن رو همین مقامات قدرتی تاجیکستان خیلی چه بگویم خیلی دشمنانه و نامردانه همین روحیه مردم رو استفاده کردن و این روز که این روبلندی داره، من میترسم که در نتیجه گفت و شنید و داد و گرفت، حتی داد و گرفته که من در نظر دارم، اون داد و گرفته که به همین جنگ باید میشد، او هم نه در همه موردها قابل قبول مردم اسفره میشد، چون که در اونجا گذشته میشد و باعث ناراضگی مردم میشد. حاضر که بعد امین روبلندی حتی همون نتیجه که من در نظر دارم به دست بتوانیم بیاریم در رفت گفت و شنید، اون 2 برابر یا 3 برابر بر روی افتادگی همین مردم میارد که میتوانست اون وقت آورد. یعنی بینید اگر به همین جنگ هم به توافق میرسیدیم که اینجا گذشت ما میکنیم اونجا گذشت قرقیزا میکنن، با همین امضای یک نوع چه بگوییم ارزشمند دانه، با همین هم ما در نزد مردم اسفره و واروخ و چارکو ما خواه حکومت رحمانوف باشد خواه حکومت بعد رحمانوف باشد، ما دچار نافهمی میشدیم. لیکن حاضر که ما با این دشمنی روی راست که کسی با ما کرد، کدام پروکاتوری، خواه از طرف قرقیز باشد، خواه از طرف تاجیک، خواه از طرف سیوم باشد، بعضی ها بر این نظرم این دشمنی که باعث همین وضعیت شد، البته که میترسم که باعث ضعف ما در مذاکره و بین این دو بسیار خوب. اکالیم حالا صحبت کردید، شما از رسانه ها هم گفتید، حالا گفتید که حکومت بسیار روحیه بلندی دارد بسیار، ولی واقعا حتی اونهایی که نزدیک به حکومت هستند اونها هم از عملکرد و خاموشی همین رسانه‌های رسمی تاجیکستان از جمله خاور و تلویزیون ها و رادیوها مشغول رقص و بازی هستند و دیروز محیدین کبیری هم رهبر پیمان هم این سخت انتقاد کرد. یعنی از همین خاموشی همین رسانه‌های تاجیکی مشغول دیگر چیز هستند و حتی محیدین کبیری گفت که اونها رو نمیدونم در مریخ هستند یا در یک سیاره دیگر. واقعا یعنی آدم‌های نزدیک به حکومت هم از همین خاموشی رسانه‌های رسمی تاجیکستان انتقاد میکنند.
به نظر شما مشکل در چی است؟ چرا حتی در همین روزی سخت رسانه های تاجیکستان خاموش بودن؟ یعنی اصلا غیر معقول به نظر نمی رسد؟ نه فقط رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیر رسمی هم بجز از پلوس و رادیوی آزادی بینید ما در تاجیکستان به نام روزنامه ها و دیگر رسانه‌های به نام مستقل هم داشتیم و داریم. اونا هم در این مسئله ها نیستن. به چه خاطر؟ چون که همه این مخبران و همه این روزنامه نگارانی که در این رسانه ها کار میکنن، اینها به نظر داشته آن که از بالا چی حکم است، چی اجازت است و چی اجازت نیست، اینها نمیتوانند امان اطلاع در دست داشتهشون رو نشر کنند. ولی در نوبت خود در چنین وضعیت های بحرانی در اون بالا هم نفر نیست که تصمیم بگیرد. یعنی من روزنامه نگار که عادت کردم اجازت بالا رو بگیرم، ما نگیریم که خواهد SSR فرج دیگرو که به اشارت از بالا کار نمی کنند، ما که نگران، ما که انتظار اشاره از بالاییم، او بالاها در چنین وضعیت های بحرانی خودشون نمیدونن چیکار کنند و این بیچاره روزنامه نگاران ایران میمونن که چیکار کنند. در این حالت در مورد کووید هم بود. بینید فقط همین دو رسانه بودن در تاجیکستان که از این مسئله کووید مردم را هشدار میدادن. بینید حتی سپوتنیک که تابع ارته روسی است، او هم به نشان دادی همین چیز رسمی، موقع رسمی مقامات تاجیکستان نمیتواند اما مخبر یک چیز ناچیزی را هم به نشر رساند و این باعث هم میشود که اونها در چنین موردهای بحرانی، در چنین حالتهای بحرانی آنها خیلی بیکار میمونند، چون که در بالا خودشون نمیدونند چی به آنها اجازت دهند چی نه. اگر اون بالا کمک همین در بالا همون شخص تصمیم گیر، من نمیگویم که او شخصا رحمان فصل یا شخصا یقین، در اونجا کسی هست که تصمیم میگیرد. اگر همون تصمیم گیرم کمک مستقلیت فردی میداشت و خودش تصمیم میگرفت نه هراسیده، شاید ما دیگر خیلی رسانه ها میداشت. شاید اکه علیم در مسئله سپوتنیک تاجیکستان، یعنی به زبان تاجیکی، شاید کارمنداش موافق نباشند که اونها بر اساسی موقعهای رسمی تاجیکستان عمل میکنند. به هر حال این مسئله دیگر است، نمیریم در این مسئله. همین مسئله های رسانه ها در اکه علیم، یک چیزی که عجیب است این است که حکومت قرقیزستان عدد تلفات همراه جزئیات که ها قربانی شدن و مثلا تلفات جانی که رخ داد اونا را نشر کرد، ولی حکومت تاجیکستان چیزی را نشر نکرد، بلکه رادیوی آزادی چنین اقدام را کرد با تکیه به گزارش ها از اینجا و اونجا یک عدد احتمالی امون قربانیان یا که شهدا را نشر کرد. درست است؟ به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان حداقل همین که حالا میگوی روحیه بلندی میگوید، دیگر میگوید همین کیها شهید شدن، کیها مثلا مجروح شدن، کیها همینا رو چرا نشر نمیکند؟ و طرف قرقیزستان خیلی فعال است در این مسئله، چرا تاجیکستان نمیکند؟ آیا این یک به احترامی نسبت همون شهدا، نسبت همون مبارزین نیست؟ طرف قرقیزستان چون عادت واضح درباره قرقیزستان گپ زدیم چندین بار پیش از این، طرف قرقیزستان خواهد هم نمیتواند این مسئله رو بررسی نکند، چون که اگر مقامات رسمی اجازه ندهند بر رسانه ها، یعنی ندهند اجازت که اونها نشر کنند تعداد و تلفات جانی را،
رسانه های دیگر، شهروندان دیگر، شهروندان جامعه مدنی همه این را به دست میگیرد و تعداد را معین میکند. امروز من مطمئنم که حتی تعداد تلفات از طرف قرقیزستان از بودش بلند نشان داده می شود و اونها از این توانستند یک چیز سازی کنند، انگامه اطلاع رسانی کنند و خب چیز سازند، یعنی از خود یک چی بگویم قربانی خب مظلوم نمایی بله از خود مظلوم نمایی کنند و طبق اطلاع آنها 30 نفر جان دادند از طرف قرقیزستان، 30 نفر شهروند ملکی نظامی نیست، 30 نفر شهروند ملکی جان دادند. یگان حدود 30,000 و از آن بیشتر مجبور به گریز شدند، یعنی از مکانهای زیست دائمیشون به گریز رفتند و همه این را آنها توانستند به تمام دنیا پهن کنند و حتی کدام یک دختر اونجا قربانی شده است، از اون یک قربانی جنگ و خشونت با آمیزی تاجیکان قلمداد کردند و در رسانه‌های خبری جهانی و سازمان‌های دفاع حقوق جهانی علیه ما چی هستیم؟ تاجیکستان چی هست؟ میگن یعنی طرفی حمله کننده. حمله یعنی ما حمله کردیم و ما خشونت ایجاد کردیم و ما مقصر این درگیری هستیم. یعنی اونها توانستند از این خبرسازی کنند. در مقابل ما چیکار کردیم؟ ما آمدیم سلاح و مهمات تقسیم کردیم، او سلاح و مهمات قطع ویدیو کردیم که این ویدیو را هم اما فابریکه جواب کرد که اما ملاها را ویدیوی ملاها را در ویدیوی فحش ملاها رو فهم میکرد در شبکه ها. ما از همان متصدی، ما از همان کارگردان ها همین سلاح رو به دست مردم دادن، او سلاح رو در همان لحظه از دست مردم کشیده گرفتن، به دست مردم دادن، شعار پرتایی کردن. یعنی ما چی کار کردیم و اونها چی کار کردن. بینید ما آمدیم حتی خب اسیران قرقیز را در بالای سرشون با پو زیر میکنند، همین رو هم احمقانه نوار کرده در شبکه ها پهن میکنند. این یعنی این یک دشمنی است. ولی شماره عدد قربانیان اینا را نشر نکرده. عدد قربانیان تاجیک را نمیدونیم، چقدر شهروند ملکی قربان شد نمیدونیم، چقدر خانه و در سوخت نمیدونیم. حتی بعض خبرها است که مردم قسطکوز را که ما تخلیه کردیم از اونجا، در اونجا شهروندان خودمان به غارت خانه ها مشغول شدند. امیدوارم که این دروغ باشد، لیکن چنین خبرم شد. یعنی ما آمدیم در همین لحظه ها از شیوه های بدترین معرفی کردن ملت خود استفاده. یعنی ما خیلی ملت جنگجو هستیم. تا دیروز همه همین جوانانی که با سلاح خب رفتن، نمیدونم با عباره اینها چقدر دستنامه میکردن کشتن، همین ها تا دیروز در کتاب های تاریخشون میخوندن که
ملت تاجیک هیچگاه جنگجو نبوده است. این ملت کتابخوان بوده است. این ملت به همسایه های خود یگان بار هجوم نکرده است، اشغالگر نبوده است. و امروز همین هایی که خب هر روز ما رو به اون دعوت میکنند که در برنامه های ما وارد میشوند و میگن شما میخواهید 92 رو برگردونید، شما میخواهید خون تاجیک بریزد. اینا امروز همشون دعوت به جنگ دارند و چهره‌سازی ملت ما را همینها شکل دادن. در این فرصت بینه در رسانه های خبری، بینه در شبکه ها، بجز همین نفرت پراکنی ما یگان چیز دیگر داریم. بینه در داخل قرقیزستان، بله در اونجا هم رنگ ما عیناً از ما فرق نمی کنند، رنگ ما نفرت پراکنی است، لیکن در داخل تاجیکستان اوضاعهای شهروندان، اوضاعهای خب زیاهیان شنیده می شود که دعوت به چی میکنند؟ دعوت به دست کشیدن از خشونت میکنند، تاجیک رو برادر میگویند، یعنی بر خب نه عوامگرایانه بر ضد روحیه عمومی قرقیزی برآمد دارند. در ما در تاجیکستان پیدا نمی شود و ما که اپوزیسیا، ما که مخالفین هستیم و همین گپ ها بر ضرر ما همچون مخالفین است. همین گپی که من میگویم همچون سیاستمدار مخالف بر ضرر خود گپ میزنم، چون در تاجیکستان که پیدا نشد شهروندان، زیاهیانی که پیدا نشدن، همین گپ ها رو اونها باید میگفتن و من هم باید رنگ یتیم و شعور پرتایی میکردم که این محبوبیت مردم رو، یعنی به خاطر عوامگرایی، به خاطر رپاپولیسم، من هم همچون یک سیاستمدار می اومدم و دعوت به جنگ میکردم. لیکن امروز ما مجبور شدیم که رول جامعه مدنی رو به دست به چیز بگیریم. بسیار خوب اکالیم. حالا مثلا اون دختره گفتین من در توییتر، شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های انگلیسی و رسانه‌های خارجی را می‌بینم. واقعا همیشه بازتاب از زاویه قرقیزها هست. اون دختره که یک مثلی که گویا قربان شده، حالا ما واقعیت نمیدونیم و بسیار از قرقیزها در خارج از کشور، در اروپا، در امریکا، اینها میخوان امان رحمان رو به سود بین المللی بدهند دیگر و دیگر. یعنی خیلی فعال هستند. چرا تاجیک ها در یعنی رسانه های خارجی، در مثلا توییتر، در اینها خیلی ضعیف عمل کردن؟ خب خواهش میکنم اکالیم کمتر، زودتر، وقت کم است. این پاسخ در همون سابقه همین حکومت است. این حکومت از ابتدای آمدن سر قدرت نصف زیایان تاجیک رو از دم تیغ گذاران. امروز خب آتخان لطیفی، طاهر عبدالجبار، دیگر نفرانی که من درباره مخالفین سیاسی نمیگم، درباره اون نمایندگان جامعه مدنی، اون روزنامه‌نگارانی که همین مقامات اونها رو از دم تیغ گذاران، اونها رو کشتن، اومدند یک زمره روزنامه‌نگاران رو زندانی کردن با هر اتهام سوخته. اومدند یک زمره روزنامه‌نگاران مجبور شدن تاجیکستان رو ترک کنند. کجا شد اون خبرگزاری آزادگان که در بشکک مستقر بود، امروز برای مردم تاجیکستان خدمت میکرد؟ کجا شد اون تاج نیوز؟ کجا شد اون دیگر مثال رسانه های خبری ملت و روی سخن و همش کجا شد؟ اونا آمدن یک قسم رو اگر زندانی کردند و به واسطه کشتند، قسم دیگرش رو به واسطه یعنی
با فشارها بالای اونها رو به درد دیگر، از درد دل و از درد دیگر دردهایی که باعث همین مقامات باعث اون درد شدن قربان شدن. ما امروز اون باقی مانده ای که در داخل مانده است از سایه خود میترسد. هر روز اونها تلفن هاشون به خطر نیستند، هر یعنی گوش کرده میشوند. اونها در پایشون یک دو اگنت یتیم در هر جا اونها رو پیگیری دارد. و خب ما اومدیم به همین روزه که اومدیم کی این کار رو میکنه، کی این کار رو میکند؟ اون آدمی که روزنامه‌نگارانی که این کار رو میتوانستند اونها رو از کارها اونها رو بیکار کردن. حتی روزنامه‌نگارانی که رادیوی آزادی برای اونها معاش میداد اونها رو مجوز کار ندادن که اونها کارشون هم پیش برند. چقدر آدم‌ها در همون رادیوی آزادی بیکار موندن. همونها هم در توییتر و در دیگر جاها امروز هم اونها خیلی رو افتاده شدگی، اونها دل شکسته شدگی، اما اونها روزنامه‌نگار بودن که امروز بیکار موندن. اونها میتوانستن در توییتر و در دیگر جاها یعنی موقع خود رو حمایت کنن، موقع تاجیکستان رو حمایت کنن، لیکن اونها را که در هر سر قدم فروختن. اونها نیاز عبدالقیوم من چیکارایی نکردن. خب او هم دلیر و دیگر اکالیم. حالا مثلا درباره تاج نیوز، درباره آزادگان، درباره این رسانه‌های مستقل که بسته شدن، اینا میدونیم مسئله این قضیه اخبار که و بامداد که اینقدر بالاش فشار هست. حالا بامداد یک خبر نشر کرده است، گفته است که مردم اصفهان تامین خوراک سربازان چارکوه را به دوش گرفتند. آیا ارتش یعنی پول ندارد، بودجت ندارد؟ یعنی همیشه واقعا مردم محلی از همین مینالیدند که وقتی ارتش میآید همه خوراک اینها همین ارتش بر دوش اونها میافتد. این چی حکومت است؟ ارتش ما خیلی بودجه خیلی خوب دارد. ارتش ما اگر همون بودجه دزدیده نشود، خب ببینید ارتش روسیه در کدام منطقه تاجیکستان که می اومد، در کدام منطقه سوویت شوروی، ارتش کدام دولتی که نباشد، در کنار این ارتش از حساب این ارتش زندگی پیش می رود. مثال در ناحیه مرغاب یک شهرچه خیلی ترقی کرده بود که در اونجا نظامیان روس بودند. یعنی در اثر اون که نظامیان روس اونجا بودند مردم خیلی زندگیش پیش میرفت. تاجیکستان هم بودجه نظامی تاجیکستان، بودجه حربی تاجیکستان خیلی کلان است، لیکن اون هنوز از وزیر مدافع سر کرده تا آخران سترشنه اون رو می دزدند. یعنی همون مواد آذوقواری، مواد همه دزدیده می شود. همون در ارتش تاجیکستان دعوت شونده کالای سودا است، چه رسد به خوراکه. بینید اگر دعوت شونده رو به یکدیگر سودا کنند، یعنی آدم دعوت شونده کالا برای سودا است، اینا خرید و فروش میشه. بیاید اونجا گوشت و روغن و شیر و نمیدونم دیگر مواد وزوقه خیلی سودا نشود. البته که این همه بودجه به یغما برده می شود و اون چیزهای ما بینید. یعنی اکالیم مردم محلی میتوانند محلی مجبورن که اونا را سیر کنند، بگویند که ما نمیدیم، ما به شما بودجه دارید، چرا ما بدیم خوراکش؟ نه ببینید این مردم محلی به حمایتچیان خود نان داده ایستاده است. مردم خاروخ به قاتلان خود نام میدو. در خاروخ اونایی که آمدن ما رو کشتن
مادرای ما اونا را سیر میکردن بعد آتش بس. ما قاتلان خود را سیر میکردیم، اینا که حمایتچیان خود رو، حامیان خود رو سیر میکردن. مردم تاجیک دیگر همین خیلی است. ما چه کنیم؟ او کودکا چه یعنی عیب دارن؟ مردم محلی نمیتونن بگویند که آخه شما بودجه دارید. مردم محلی تاجیک است. به خانه او پگاه من تکرار میکنم، دشمن به خانه من در اومده است، فرزندای من کشته است. برای من او دشمن است، لیکن او سرباز بیچاره قطاری که او هم یک آدم مجبور است، مادرای ما اونا را اونجا نان میدادن. همین خیلی دیگر مردم واروخه که راه درست ماشینگر نداره، اونهایی که حساب کنید که در محاصره اقتصادی و سیاسی هستند، اونها همین خیل دل دارند، همین خیل گرده دارند که میآیند و ارتش گرسنه رحمانف را. حالا اگر این صحبت شما را بشنوند، میگویند به اونایی که به نزدیک به حکومت هستند میگویند که اینها میخواهند بین ارتش و بین مردم محلی یک نزاع بیفتد. هرگز بین ارتش و حکومت رحمانوف کیا باید نزاع باشد؟ همین ارتش بینه یک وقتا نو که خب مخالفین با حکومت انتگراسیا شدن، در مرغاب یک قسم سرحدی بود که قماندانش محمد باقر بود. همه بعد یک دو سال تمام جمهوری تاجیکستان، مادرای تمام جمهوری تاجیکستان چیز میکردن، میخواستن که در اونجا خدمت کنن. در مرغاب همه از سوخت تا ختلان تا همه جا میگفتن که ما را مرغاب بره. امروز کدام مادر میخواهد که فرزندش رو مرغاب بره؟ چون که در یگانه قسم سرحدی بود که بر علاوه تامینات بودجه‌ای باز تامینات شخصی اون قماندان با اونا بود. یعنی اونا نمیدزدیدن، باز از خود میدادن به همون کودکانی که اونا گرسنه نمانند، در حالی که در پست اونها به تیر میرفتن. اون چیزی که از حکومت وابست بود، کودک قریب که گرگ میخورد در مرز، گرگ او را میخورد، در منطقش تیر نبود. در منطق تیر نیست، تصور کنید. لیکن اونا گرسنه نبودن و تمام مادران پرسیدمان سالها را، تمام جمهوری را، که مادران میخواستن که فرزندانشون به این قسم سرحدی روند. یعنی شما معتقد هستین که این عادتی که ما داریم در سالهای آینده هم که ارتش بیاد به اسفره به اینجا، مردم اونها را میخورونن؟ چرا مردم از حق خود دفاع نکنند؟ دفاع نکنند، بگوید که شما ارتش، شما یعنی بودجه دارید، شما باید خوراکای خود به خودتون تامین باشید. بیایید پس این که خشت بار ما به بیمارستان انتقال داده شوند، در بیمارستان باشند و ما به اونها خوراک نبریم و گوییم که خب بلنسه بودجه دارد. میدانید چقدر بیمارخانه در جمهوری تاجیکستان با چقدر بودجه است؟ چقدر بودجه برای نگاه داشتن همون کتهای خواب است؟ چقدر یعنی شما اگر 150 کت خواب باشد، 3 وقت خوراک برای 150 نفر تیار آماده باید باشد. و اونهایی که دیت دارند، یعنی پرهیز دارند، برای اونها باز خوراک های جداگانه است. همه این را بودجه دولت جدا میکنند، بودجه تاجیکستان جدا. درست اکریم. و شما یعنی معتقد هستید، شما فکر میکنید که اگر مردم اونو را، همون سربازای بیچاره را اگر خوراک ندهند، اونا گشنه میمانند؟ اونا گشنه میمانند، اونا میبرایند در بیرون تیر
مثل که اکالیم پیش قطع شد، حالا نمیدونم. اکالیم قطع شد. خب برادرای عزیز گرامی بود، این بود صحبت ما با همراه معاون رهبری پیمانکاری تاجیکستان علیم شیرزمانوف. اگر واری چمن بسیار خوب. اکا علیم چیکار کنیم؟ هستید اکا علیم؟ پس دوستان عزیز گرامی، ما هم تقریبا به همون اخیری صحبت رسیده بودیم. یک سوال دیگر بود که انشاءالله اونا در صحبت‌های بعدی خواهیم داد. یک بار دیگر از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. همچنین از مهمان گرامی علیم شیرزمان و معاون رهبر پیمان ملی که وقت خود را جدا کردند و صحبت‌های خیلی خوب کردند و خیلی استفاده کردیم. و یک بار دیگر از یک شما تشکر میکنم و دعا گوییم که شهدای ما را خداوند رحمت مغفرت کند و نزدیک یعنی تسلیت خود را به نزدیکان و خداوندان ما بیان می‌داریم و همچنین دعا میکنیم که مجروحین و زخمی‌های ما را خداوند شفای کامل عطا بفرماید. در پناه الله باشد. خدا یار و مددگار است.